من مصور شاه قدوسی تخلص میکنم، یک تن از استادای فیروزکوه که سال اول که فیروزکوه افتتاح شد که در اینجا به حیث استاد کار میکنم. دیگه غیر از که در انستیتوت فیروزکوه به امرای شاگردا همین کندنکاری های سنگ روی سنگشان هم کار که امرایشان میکنم. دیگه امرای بخش زیوراتسازی عموما کار میکنم. تو نیست که کدام بخش بگویم که از این کم رسی دارم یا دستم نمیرسه بهش. استایل قدیمی اصیل افغانی 6 استایل است که چند استایل عمده از یکی ترکمنی است که در جهان مشهور است که زیادتر، دیگه پشتون است، هزارکی است، ملیله است، مدرن است. زیورسازی خو یک هنر است که یک جوانی که در او کار بیایه یک خصوصا که نو شروع کنه خو یک ذره مشکلات را میبینه در بر میگیره، اما یک تعداد یک ذره یک دو حسره که خودش خلق کنه علاقمندی یک جوان زیادتر میشه.